کشور ایتالیا برای اونهایی که متولدین سالهای ببر و اسب و سگ هستن میتونه کشور مناسبی باشه. ببینین کشور ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم 1946 در سال داگ به فرم امروزیش دوباره متولد شد و به همین ترتیب با کسانی که متولدین سالهای ببر هستن، مثلا 1974 1986 1998، اونهایی که متولد سال اسب هستن مثل 1978 1990 2002، اونهایی که متولد سال سگ هستن مثل 1982 1994 2006، میتونه مطابقت داشته باشه، منهای البته ماه ژانویه و حدودا فوریه اون سال. و اگر که شما با اون کشور مطابقت داشته باشین، مثلا بخواید برید ایتالیا و متولدین یکی از سالهای ببر و اسب و سگ باشین و بخواید برید اونجا، امکان این هست که براتون زندگی خیلی خوب باشه. ولی یک چیزی هم باید حتما در نظر داشته باشین، آیا از نظر نیمرولوژی شما با اونها مطابقت دارید یا نه. اگر که شما انمی ساین اون کشور باشید از نظر نیمرولوژی ولی مطابقت داشته باشین از نظر استرولوژی، اینا هم دیگه خنثی میکنن و ممکنه زندگی خیلی عالی اونجا نداشته باشید. برای اینکه بتونید که جایی رو درست انتخاب بکنید که با شما تطابق انرژی داشته باشه، باید همه فاکتورها رو با هم در نظر بگیرید، جدای از پارامترهای زبان و فرهنگ و اقتصاد و غیره. باید حتما استرولوژی و نیمرولوژی رو چک کنید، ببینید آیا با شما تطابق دارد یا ندارد. اگر ندارد اصلا اونجا رو نروید، انتخاب نکنید، چون تمام عمرتون رو باید تلف کنید بابت چیزی که آخرش هم ممکنه نتیجه خاصی براتون نداشته باشه. خب اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک رو بزنین و کانال رو فالو بکنید تا ویدیو بیشتری از این دست رو بتونید ببینید. شاید به دردتون خورد، شاید زندگیتون رو تغییر داد، شاید اون مسیری که نباید برید رو نرید و زندگی بهتری داشته باشید.